عزیز. امیدوارم که یک شما خوب صحت سلامتین و فکر کنم که سیلکه را شدم یا که نک شدم. عموما در چیز بگیم کمی بگیم که دیگر سرا چی بد برای همو یک چی را میخواستم با شما برسونم. امروز 17 تلفن بگیم که چرتی داید است. 17 مارت است. امروز روز یک شنبه است. یک روز کاری نیست که اگر ما بگیم که امروز روزی کاری هست یا نمیدونم یگان چیزی هست. البته فکر کنم که سیلکه را رک شدم برای که برادرو نیست. خب پس اون سیلکه شا میکشیم دوست میکنیم. اگر باشه سیلکه که شدگی باشه راستی خبر کنید. امروز 17 مارت سال 2024 و بگیم که با روز شماری و روز یک شنبه به حساب می روه. روز یک شنبه روزی کاری نیست اصلا بگیریم. امروز روزی کاری نیست. نه که البته که جنایتکار باشه، پرستوپنیک باشه و غیره چیزها باشه بگیم که پلیس البته برای مسئله ها کار میکنن. اما شهروند عادی با مطابق کنونسیون قانون جمهوری تاجیکستان یک شهروند عادی را روز استراحت دعوت کردن با عدل پلیس و غیره جای ها بگیم که این حق ندارن. خلاص به همین نگاه نکرده تمام قانون حقوق انسان ها را ویران کرده. روز یک شنبه و خواهر مرا اپای مرا بگیم که با عدل فیرود کردن. مقصد فیرود کردن او مجبور کردن خواهر مرا اپای مرا تا که با ملیساها همکاری کنند و بگیم که بگیم خبرهای دروغ و راست و غیر کارهایی که مثل به عمل میآیمون میکنن باید اینو بگیم که با ملیساها همکاری کنند. محترم ملیساها بسیار آدمای خوبین، ملدسین، گپ نیست شما ده. اما خید کردین دوخی قلقه خید کردین یا نکردین؟ آلیم دختر قلقه دوخشه خید کردین؟ شما ای را بایتری میترسانم میارم با شما ده همکاری میکنه، نمیدونم برای شما بزی میکنه، خبرکشی میکنه یا یک کاری دیگه میکنه. او تهمت هایی که در سری میارین میزنین که مطرح افکار میکنم تا همکاری با تروریسم داری و زندان میکنم اگر همکاری نکنی. مطرح با فردا فیرادت میکنم، با باز فردا فیراد میکنم. بگیم برادر قادرов ای تاجیک نیست. خوب گفتیم دو خدیدی سوال یا نمی دختر در خودت مرد باشی جواب بدی. مرد باشی گفت زنگ بزن کم ده. دو خود نرسید زنگ بزنی گفت زنگ میزنم قطعی کم گپ بزن. مرد باشی با تمام امنیتت در داخل اونمو وطن با تمام اونمو امام علیت کولگید با یراقت اسلحت امنیت حکومتت هر چیزی که داره دو خدیدی قلق ولی مردگی نیست و دوخی قلق مردگی نیست. او تو 4 قلق پریداتلی که دیدی پاسپورتشون ایواز کردن اومدن در اونجا بگیم نمیدونم پیشوا میگن نمیدونم اساسگذاری صلح و وحدتم 4 اندوک پرست دیدی او را قلق حساب نکرد. قلق نیره میگن راست میگن. دو خود میرسه بیا زنگ بزن. نداری رقم میتنه کو میتم رقم رو زنگ بزن. دو خود میرسه به تی رقم زنگ میزنم خودم. یه امنیت دوختونه میرسه. ویس امنیتت دوخ نکدین از وزیرت سرکردگی تو امروز ببروین نخیل چهره قطعی گپ زنین و بگیم که اثبات کنین گناه مورا و غیر چیزی مورا اثبات کنین. و این کاری که شما کرده استودین ما اویله ها را میترسانیم بالای سر اویله ها و یگان عکس العمل نشان ندن. کاری که ما کردیم در حق سهراب در حق نسیم این چیزا ده ما باید آرام باشیم. نه این چیزا تون اشتباه است. با این چیز ترسانده نمیتونیم. دوخ داشته باشی نمره تبته ما زنگت بزنم خطیت گپ زنم. اگر در کار شما من نمره اوچت یا نمره زنت یا نمره خواهرت همی اوام
و بگیم که من قطعی خواهرت گپ میزنم چرز تلفن. من چرز تلفن اگراژتش میکنم کو خواهرت حامله باشه حاملش میغلطه. میفهمی امیره؟ برای که با دوخی قلق رسیده نکو. اول ایسامونی توی امروزا اولی کمای برای شما را. میفهمی نمیره؟ اولی کمای. اولی دلچی باید قیدگه باید شما زیست زندگی کنین. چوری خو. بعد شما کو با دوخینه ای یاد اخترا بریم برسی. نمیدی؟ دو خود میرسه. تلفن ما بگی رقم ما بگی هستای خونه ده. بگی زنگ زماده قطیما گپ زنیم. واتساپ، وایبر، توییتر، ایمیتر، اینستاگرام، 100 گرم، 200 گرم زاکوشکا همش هست در می تلفنم. کدامش قطیمه فورات قطیم گپ زنی. ببرو قطیما. دو خود میرسه ببرو قطیما گپ زن. ریخ. میفهمی؟ ریخ. پگون دوری. ایوسایی. زیخ نشه برچکه. زیخ نشه. روزش میشوه ما اوچتا میورم. امروز تو چای مرا میبری. فردا امروز روز یکشنبه بود. روزی کاری نبود. تمام خلاف قانون کار کرده. روز یکشنبه روز استراحت مردم فیرات کردیم بردین اپا خواهر مرا. کی روزی کاری نیست. فردا اوچما ساعت دیده فیرات کرده. این قطعی جیانچم. مرحمت کنه. روز ما اومدم گفتم کو اگر چختت اگر یادونه بمونه ما 20 میلیون کو خلق نیستم. چختت اگر یادونه بمونه انسانایی که در همه خیانت ها دست داره. چختت بمونه اگر ما 20 میلیون خلق نیستم. ما 20 میلیون خلق نیستم. انا میرا فراموش نکنید. تاییدتون میگیریم. فهمیدید؟ دو خود میرسه کو زنگ بزن گپ زنیم. نمره تبته ما خودم زنگ زنم قطعی گپ زنم. سردار شوبه وقت سلامت باشین. خلاص این همی است حالاشون اپا خواهر مرا. روز یکشنبه است امروز روزی کاری نیست. حق ندارن که مثال به روزی کاری فیرات کنن شهرونده بگیم ناراحت کنن. ساعت 5 بگرده فیرات کرده بگیم در داخل عدل زوری کرده بالای سر یو تهمتو کرده خب کنه اکات قطعی تو گپ زد نمیدونم چیکار که تو قطعی مو همکاری که نمیدونم میکروچی یک قیامت تهمت مطرح تهمت میکنیم میشنونیم. تو значит اکات پدر زود میکنی تو قطعی مو همکاری نمیکنی. تو طرفدار значит همو گروه هستی پس تو خیانتکاری مطرح ترما میکنیم دلتوی میکنیم. خندتون نزنه. دوخ داشته بدهنده نکه نه را دوخ میگن. سوالش در جواب ته گفت در رود ته نچلنیکه گفت دوخ داری یکم قطعی گفت گفت غیرتت میرسه گفت ما زنه که ما دختر ما را که جو فیرود میکنی غیرت داری زنگ بزنین رقماش همیتمد دست پود مندراج گرفت در داخل عدلت دست پود مندراج گرفت سوخان تا گم کردی начальники عدلی فهمیدی начальник سلام علیکم. ولی دیگر قلقا را ندیده. ولی دیگر قلقا وقتی گفتی هم گپو موزاشون چپانه پوشن و چتا نشون میتن. فهمیدی شب خوده و چد میدراین. ولی بازی کردن بگی با قلق ولی تو شتای قلق خوردگی نیستی پرستا. او وقتی خوردی باید میفهمی که شتای قلق چه خیلی بده است. ولی بازی که با قلق بازیش که مقدم مندرش قپیدگی میگم گفتم که گپ زای نکم رقمش همیتم گپ زای گپ شگون کرده بد چی گفتنش نمیدونم. начальник دو خدا میرسه قطعی ما گپ زدن. تنم کمپیر زنه گفت رجت کرده. و مرا هیچ که نصیحت کرده نمیتونه. ما تره میگم مرا هیچ که نصیحت نمیکنه. دو خود میرسه تو بیا مرا نصیحت که امام علی پروکرور بیا زنگ بزن به تی رقمات خودم زنگ میزنم گپ میزنیم میشوه ها گرجدانی начальник خلق مردان نمیترسولی تی ریخ قدد یک شست اندوکچه چنی حسن حیدری مای قدد تو میخیزی ولی تو بد داری در کابینه چیشته ها
دو خود میرسه کو رقمو تبته ما زنگ میزنم خونگی ما دبته پگا چه ما فایرود میکنی رقمو تبته فردا ایو چه ما نمیگه پمیشنویته اینه میگه پمیشنوی میگه بچم زنگ بزن یا بیا بچم زنگ بزنم قطیش گپ میزنی زنگ میزنم میگه کومون میگوی تلفن زنگ نزن دو خود نمیرسه میفهمی میره این می شرمندگی در کار باشه پگا چه من فایرود که پگا ساعتی ده کو بار ما زنگ میزنم تلفن ای دستش نگیرین در دهنی در اومدی در درون یا دل ده بدرویا تلفن قطیو چم ما پگا ساعتی ده اوچم در دل میشوه ما در رقمش زنگ میزنم قطیت در داخل کابینتت صحبت میکنیم اوچای ما در نامجه شوید در پیشت میشینه نه که تلفنش نگیرین ای دستش مرد باشین غیرت داشته باشین بخپینش تلفنش بتین در دستش ما قطیتون گپ میزنم پگا زنگ میزنم начальник ждать که اوچای ما میروه ساعتی ده ما قطیت گپ میزنم تمام در داخل عدل تلفن اوچم در دستت بیسته در دستش بیسته ما در تلفنش زنگ میزنم ما قطیت گپ میزنم بیا بگیم که او دیخ که برچکه میشوه договорились تلفن اوچم در دستش میسته بگیم که همون начальник که فایرود کردگی پویسکا دادگی تلفن اوچم در دستش میسته ما پگا ساعتی ده زنگ میزنم اوچای ما در ما عدل میشوه و ما قطیت گپ میزنم در پیش هم اوچم دو خود برسه بیا صحبت میکنیم فردا اگر نه عدل حقیقت داشته باشین عدالت داشته باشین من جنایتکار باشم پس من تلفن اوچم میدرویا در پیشش ما زنگ میزنم قطیشمو گپ میزنم اگر نموندین تلفن اوچم در آوردنی و اوچم اخیچ توقع گرفتین در آوردین در اوجش گفتی همو گپایا و بدون اینکه شما خیانتکار هستین شما جنایتکار هستین و شما میترسین ما پگا ساعتی ده زنگ میزنم تلفن اوچم ده قبولش کنین اگر نبرداشتین начальник کو پس تماشا کن باقی سلامت باشین